آدمی را نه به نطق و نه به ریش و نه به جان. طوطی هم نطق، خرم جان، بزم ریش دارد. په په په. بسم الله و الصلاة و السلام علیک یا رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و تعالی برکاته. دوستان عزیز، برادران و خواهران اهل اسلام، امیدوارم که همه شما خوب هستید و بر همه شما سلامتی خواهان هستم. روزی سعید جمعه بر کلگی مبارک باشد. خب دوستان عزیز، نوا را هر یک ما و شما دیدیم و سخنهایش را شنیدیم. آیا فکر و گفته انا همین شخصیت یعنی که حاجی دستمراد درست بود یا اینکه نه؟ حتما در کامنتاریا نویسید. ما این شخصیت را یعنی که دستمراد شریفوف را میشناسیم. پیش از حاجی شدنش حافظ بود، سراینده بود. بعدا حاجی که شد باز هم مخلصانش دوچند زیاد گردید. اما این نواری که ما گذاشتیم، این جمله هایی که این برادرمان گفتن، اگر همین نواری من را تماشا کرده ایستاده باشد یا که این ببیند، برادر دستمراد شریفوف، الله تعالی می فرماید که انما المؤمنون و اخوتون، یعنی که مؤمن برادر مؤمن است، مسلمان برادر مسلمان است. ما تو را دوست می داریم هنگامی که حاجی شدی. والله نوارهای تو را بعد از همان حاجی شدن تماشا می کردم. ولی دیروز به یک نواری تو چشمم رسید، گوش کردم. در اینجا با کاری زشت دست زدی، سخن قبیح گفتی. سخنهایت معنی خوب داشت ولی در آخر گفتی تکه هم ریش دارد. نه، در اصل تکه ریش ندارد. یگان حیوان ریش نخواهد داشت. ریش را فقط بندگانی الله تعالی و امتان رسول خدا دارند صلی الله علیه وسلم. اما شما سخنی که کرده، این سخنی که گفتی تکه هم ریش دارد، با من خیلی سخت رسید. برای که باز همان ریش خود را تعریف کرده گفتی. برای این مسلمان، برای این فردی مسلمان این گونه سخنهای کفرانه هست. از شما خواهش همین است که دیگر در این مسئله گپ نزنید. یعنی که همان ریش دارد، تکه هم ریش دارد، این سخنها سخن ما و شما نیست. عیناً سخن شما حاجی ها نیست، حاجی دستمراد. همین قدر میگویم که الله علم شما را دوچند زیاد گرداند، ولی سخنهای خوب، نوارهای خوب بهر مردم کنید تا اینکه از همان نوار شما فایده به دست بیارد و در آخرت دستگیری شما باشد. بنده اگر در حالت صحبت، در حالت سخنرانی به یگان خطاگی دست زده باشد یا اینکه یگان سخن قبیح گفته باشد، الله تعالی ما را ببخشد و از همه شما معذرت میخواهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.